سلام تاسو ته تاسو محترم لیدونکو او تاسو اوریدونکو د برنامه اوریدونکو ته بله همکاری ها و کارهای شاروالی کابل خوشبختانه در این اواخر در سطح شهر کابل زیاد شده و اقدامات جدی و تطبیقی را شاروالی کابل در سطح شهر کابل داشتند. در اولین قدم ما مهمترین بخش نظم شهری است که در سطح شهر کابل ما در تمام نواحی برنامه نظم شهری ما به صورت جدی و متواتر ادامه داره و با متخلفین برخورد جدی و قانونی میشه. همین قسم در قسمت انکشاف متوازن شاروالی کابل خواست تا پلان های خود را و پروژه های خود را به صورت یکسان در تمامی نواحی تطبیق بکنه. نواحی که کمتر یعنی اصلا کاری در اونجا صورت نگرفته اونا را ما در ردیف اول، در نواحی که کمتر کار صورت گرفته ردیف دوم و نواحی که بیشتر کار صورت گرفته اونا را در ردیف سوم قرار دادیم و پروژه ها را به صورت موازی و به صورت متوازن در اینجا تطبیق میکنیم. بحث بعدی هم نجات ساحات سبز از غصب است که برای اولین بار شاروالی کابل بیشتر از صدها جریب زمین را از نست غاصبین نجات داده که چی ساحات سبز بوده چی ساحات غصبی بوده که توسط زورمندان و یا افرادی که به صورت‌های مختلف و دلایل مختلفی زمین‌های مردم غصب کرده بودند و به منافع شخصی خود استفاده می‌کردند که خوشبختانه شاروالی کابل ایرا نجات داد و ما ایرا به خدمت شهروندان عزیزی که مالک اصلیش بودند و یا به جای اصلی که اینا باید استفاده می‌شد ما او را مورد بهره برداری قرار دادیم. همچنان موانع و محدودیت هایی که در سرک ها و مکان های عامل منفعه قرار گرفته بود و باعث ایجاد مشکل بر شهروندان عزیز شده بود که از جمله موانعی که در پیش روی خانه های زورمندان و افراد حکومتی و غیر حکومتی قرار داشتند و اونا از مکان های عامل منفعه به شخصی استفاده میکردن. ما تمام این موانع را یعنی اکثر موانع را ما دور کردیم و تعداد دیگه‌اش هم کارجریان داره که ان شاء الله دور میشه. بحث بعدی هم بحث عواید است که شاروالی کابل در قسمت بودجه خود بر اولین بار است و یایی که در چند سال اخیر شاروالی کابل بر اولین بار تقریبا 11 میلیارد افغانی 11 میلیارد تخمین زده ما بودجه خود را، یعنی از این جمله ما بیشتر از 7 میلیون از این کلش عواید خود شاروالی خود بود و این عواید شاروالی اونمو استفاده از خدماتی است که هم افراد پایین و هم افراد بالا او را انجام میده، یعنی که کتابچه خدماتی را که مردم استفاده میکنه ولی تعدادی از نهادها و تعدادی از افرادی که اینا از خدمات استفاده میکنن ولی کتابچه امو پول خدمات که برشان رایه میشه و همچنان تکس و مالی را که باید برای شاروالی کابل اینا میدادن را نداده بودن. کل این موارد در نظر گرفته شده. از بعضیشان پول هایی که مقروضیت داشتن در برابر از شاروالی کابل قرض هایشان را اونا ادا کردن، شاروالی کابل او را گرفت. تعداد از اونا وعده کردند که در چند قسط میپردازند و کسایی هم که ندادن با اونا برخورد قانونی صورت گرفته و با نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشه. ما در سال جاری یعنی در سال 1411 میلیارد افغانی تخمین کردیم که از جمله تعدادش پول دونر هاست، تعدادش یک مقدارش نزدیک به 3 میلیون و یا بیشتر از این است که از بودجه وزارت مالیه است که به شاروالی کابل اختصاص داده شده و هم قسم پول انکشافی ما و یا بودجه انکشافی و بقیه تمامش عوایدی است که شاروالی کابل او را ما حاصل میکنیم و از کسایی که در چندین سال اخیر تکس خود را نپرداختن، پول خود را نپرداختن ولی از خدمات، از سرک، از هر اون چیزی که شاروالی کابل برشان مهیا کرده اونا استفاده کردن و در برابر قانون اونا تمکین نکرده بودن. خوشبختانه شاروالی کابل و قاطعیت جدی که داره ما اونا را تمام مقروضیت هایی که اونا داشتن مشخص کردیم. از تعدادشان بازم تکرار میکنم که گرفتیم، تعدادشان در چند قسط وعده کردن یعنی تعهد کردن که میپردازن، تعدادی هم که قرار است ابا بورزن یا ابا ورزیدن تا هنوز پاسخی ندادن اونا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشن. خوشبختانه شاروالی کابل بیشتر از صدها جریب زمین در سطح شهر کابل از غصب نجات کرده. این غصب دو نوع بوده، یکی ساحات سبز بود که غصب شده در حالی که در قانون ذکر شده به هیچ عنوان ساحه سبز مبدل به ساحه رهایشی نمیشه و بحث دومش و یا نوع دومش زمین های غصبی بوده که توسط غاصبان زمین غصب شده بود. ما ایران نجات دادیم و این پروسه دوامدار ادامه داره و تعداد دیگه هم که چنین کار را انجام داده باشند در برابر قانون ما اونا را مکلف خواهد کردیم که تمکین بکنن و
یا دست از غصب بکشن یا ای که باز جدا مطابق به قانون بر اونا برخورد خواهد شد.